سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیوی متفاوت دیگه. بچه تو این ویدیو میخوام آموزشای هاتکی دوتا دو رو برای اونایی که میخوان از دوتا یک بیان دوتا دو یا اصلا دوتا دو رو بازی میکنن ولی شاید نمیدونن، یه سریاشون رو براتون شفاف سازی کنم. بچه توی قسم دوتا دو هاتکی شما خود همون برنامه است، یعنی مثل مپ هفته آتیناده، اون گوشه یه دونه تنظیمات داره، میزنید و هاتکیتون رو تنظیم میکنید. خب اولش که شما دوتا دو رو نصب میکنید، تنظیمات پیش‌فرضش همینیه که الان شما دارید میبینید. حالا شاید یه چند تاش تغییر کرده باشه، من خودم تغییر دادم. بچه اینجا لولاییه که شما قراره استفاده کنید. دوتا دو خودش بهتون یک QWERTY داده. خب شما میتونید راحت اینا رو تغییر بدید. اگه از دوتا یک اومدید یه دونه تیک داره، شما اون تیکه رو وقتی میزنید یه لحظه اجازه بدید. بله، شما اون تیکی که الان زدم و بزنید توی ادوانسا، بارکیتون میشه مثل دوتا یک خودتون. بعد مثلا اگه لول یکش مثلا ERX دیگه، درسته؟ این یکشه، دوش آر، سهش ایکسش شمسی. خب ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که اصلا این بارکی دوتا یک کلا بذارید کنار، چون اینجا چند تا چیز اضافه شده. مثلا نمیشه زیاد با مثلا بارکی خودشون، مثلا یه حرفش ایه، یه حرفش آره، یه حرفش سیه پایین کیبورده، رفلکس شما کم میکنه. در واقع شما همون وارکیتون رو عوض کنید، به نظر من خیلی بهتره. خب اینجا شما میتونید وارکیتون رو تنظیم کنید. البته این تیک روشن خاموشه. خب مثلا من چیکنمو نمیتونم، کوریرمو نمیتونم با این QWE بازی کنم. میتونم این تیکو روشن کنم، بزنم روی این گزینه چیکنمو، خب مثلا تغییر بدم. مثلا من مثل همون دوتا یک گذاشتم چیکنمو، نمیتونم مثل دوتا دو بازی کنم. زیاد هم چیز مهمی نیستش. حالا بعد مثلا یه هیرو رو نمیتونم با QWE بازی کنم، مثلا میپو، نمیدونم اصلا یه هیرو دیگه. حالا هر هیرویی، حالاش خودتون اگه تجربه کنید بیشتر متوجه میشید. اینو میام مثلا اینجا انتخابش میکنم، بعد هیرو رو انتخاب میکنم، برای یه بارکی جداگونه میسازم. اینم برای کلیپ هاییه که از چیز میگیرید، شما از فارم میگیرید، میتونید اونا رو هم تغییر بدید چون یه سری لول دارن برای استفاده کردن. خب این از این. وقتی شما این تیکو روشن کنید، خب این یه قابلیت پیشرفته است دیگه. خب شما وقتی این تیکو روشن کنید، لولاتون رو دیگه لازم نیست کلیک کنید، شما فقط کافیه مثلا بزنید الان روی W که دوی عکسه، کلیک لازم نیست کنید، دو رو اینجا نگه دارید، خودش دو میکنه براتون اگه اون تیکه روشن باشه. خب اگه اون تیکه روشن باشه میبینید من فقط یه W میزنم، موسم هر جایی باشه دو میکنه. دیدید؟ یا مثلا 6 هم میخوام بزنم، هر جا باشه 6 میکنه. همون شکل. خب اینم از این. پیشنهاد نمیشه البته استفاده کنید. بعد این سلکت هیرویی که با همون F1 دوتا یک، select all units کنترل، یعنی هر یونیتی که شما بتونید کنترل کنید با یه دونه یک کنترل میشه. مثال بزنم براتون، مثلا شما هیروتون جاگرناته. خب یه لحظه پیداش کنم. بعد شما دو میکارید، دیدید مثلا هی باید کلیک کنید دو رو با خودتون بکشید یا بزنید با خودتون بیاد. خب دیگه شما لازم نیست، وقتی اون تنظیمات رو اوکی کرده باشید عقب، شما الان یه دونه مثلا من گذاشتم روی یک، یه دونه یک بزنم اینم با من میاد، هر جا بخوام میتونم ببرمش. قبلا البته نمیدونستید وارد جاگرنات تکون بدی، ولی خب الان شده. مثلا اینو میزنم با یک میاد دنبالم، یا مثلا میزنم با یک کلیک میکنم اینجا هیرو میکشم. و یه خیلی ساده کردن دیگه واقعا برامون. ای همون ایتک خودمونه، اچ هم همون هولد، یعنی اچ دوتا یکه. وقتی شما اچ رو میزنید هیروتون اتک نمیده، یه جا وای میسته، حالا هر چی بشه یه جا وای میسته دیگه، تکون نمیکنه. با اس فرق داره، شما وقتی اس میدید هیروتون نگاه کنید میفته دنبال طرف که بزنتش. خب F2 ببخشید select کوریور، شما مثلا بخواید چیکنتون رو انتخاب کنید، یعنی بزنید رو چیکنتون که نمیتونید هی بزنید بیس، مثلا بزنید چیکنتون بردارید، یه دونه هاتکی باید براش بذارید دیگه. مثلا من الان گذاشتم رو F2، هر موقع F2 رو بزنم میاد روی کوریور چیکن، میتونم کنترلش کنم. بعد F3. خب دوتا دو فرقش با دوتا یک اینه که شما اینجوری نیستش که آیتمتون توی بیس بخرید، خب بعد مثلا چیکن رو بزنید رو چیکن برداره بیاره برای شما. اولی که شما آیتمو می‌خرید، الان این توی دمو این فهم می‌کنه، آیتمو داده دست، میفته آیتمتون توی این استشه. خب بعد شما باید با یه مثلا بزنید روی چیکنتون، اینو بندازید توی چیکنتون، بعد بزنید چیکنتون براتون آیتمو بیاره. خب این یه گزینه داره دیگه، لازم نیست شما مثلا، فقط کافی آیتمو بخرید، خب تو استشتون باشه،
آیتم که تو استشون باشه شما مثلا یه دونه هاتکی براش تنظیم میکنید. مثلا من گذاشتم F3. الان من F3 بزنم دیگه لازم نیست بدم دست چیکن. F3 بزنم این چیکنه برای من اینو سری میاره. خب اینم از این. F5 دوستان یه جورایی خرید سریع میشه بهش گفتش کویک بای. خب شما مثلا یه سری آیتما رو عقب از وسط بازی نمیخوای هی بزنی بیس بوت هر موقع پولت رسید برات بیاره. شما موس میگیرید روش. خب کلیک چپتون رو با شیفت میزنید روی آیتم اینجوری به این صورت. با شیفت که میزنید میفته اینجا. با زدن هر F5 که گذاشتم من الان خب این آیتما رو دونه دونه به ترتیب برای من میخره. میبینید؟ اوکی. خب ولی حالا یکی از سوالای مثلا پر تکرار همین بود. من خودم اومده بودم 2 تا 2 میگفتم بعضیا مثلا چند تا آیتمو توی این استشه میندازن. خب شما مثلا میتونید یه دونه آیتمو بندازید دیگه، درسته؟ مثلا الان آقانیمو انداختم اینجا، یه دونه آیتمو انداختم اونجا کامل کردم، ولی مثلا رو شیفت بعدی میزنم اون آیتم قبلی پاک میشه. میخوام یه آیتم دیگه رو انتخاب کنم. دوستان شما اول مثلا یه آیتمی رو میخواید با شیفت میزنید روش، آیتم بعدی رو بعد کنترل رو نگه دارید بزنید روش. مثلا نگاه کن سنجشه اومد اینجا. آیتم بعدی رو مثلا تا بی‌نهایت میتونید آیتم بخرید، ولی مثلا بهتون نشون نمیده دیگه، میره مثلا به قول گفتنی توی اون میره برای خودش. بعد همین دیگه دوستان، اینم طریقه خرید کردن از شاه. بعد این چت تو تیمه، همون ریتون همون اینتر خودمونه، درسته؟ اینتر توی دوتا یک چیکار میکرد، اینجا همون کارو میکنه. مثلا این میگه چت تو اوریوان، چت تو اول که میدادیم با شیفت اینتر تو اول میدادیم، اینم همونه. یه وایس چت داریم، این پرانتز گذاشته برای پارتی. خب اینجا همون لن که میرن بهش میگم پارتی. مثلا دیگه اینجا لازم نیست شما قبل بازی دیسکورد هماهنگ کنید یا نمیدونم حالا هر برنامه که میرفتید صحبت کنید، اینجا خودش وقتی با هم لم میرید میتونید با هم دیگه وایس چت صحبت کنید. یه دونه گزینه میذارید براش، مثلا یه دونه هاتکی میذارید براش که وقتی اونو نگه دارید خب شما میکروفونتون فقط برای اونایی که باهاش پارتی کردید اومدید توی گیم، میکروفونتون فقط برای اونا باز میشه، اونا فقط صداتون رو میشنون. گزینه بعدی وایس چت تو تیم، یعنی پرانتز تیم. خب اینم که هم اونایی که باهاشون پارتی کردین صداتون رو میشنون، هم یاراتون صداتون رو میشنون. بعد یه سری چت ویل دیفالت داره، بازم پیش‌فرض داره خودش. خب مثلا الان این چت ویل یکم وای گذاشتم، چت ویل دوم او گذاشتم. بعد هیروتون هم یه سری چت ویل داره، یه سری مثلا پیام سریع داره، مثلا گذاشتم روی که. خب این مثلا وایو که نگه می‌دارم می‌بینید برای من یه سری گزینه میاره، روی هر کدوم بکشم ول کنم می‌نویسم مثلا گت بک، پوش، هلپ، استان. خب چت ویل هیروم هم که دیگه باید مثلا هیرو رو بازی کنید باهاش، یه سری گفلاش باز شه بهتون بده، مثلا با این میخنده، با این مثلا یه چیزی میگه دیگه، یه چیزی داره برای گفته. این هم که حالا گفتش باز نشده. خب اینم از این. زیاد هم چیز مهمی نیست، شما اون وارکی رو یاد بگیری دقیقش خودتون یه ذره انگولک کنید یاد دستتون. بچه اینم وارکی استفاده از آیتماتونه. خب شما وقتی وارد 2 تا 2 که میشید، اینم همون ZXC VG دیگه V B تا N میره تا اینجا. خب تلپورتتون هم که تی خودش گذاشته میتونید تغییر بدین این تلپورت. یه سری آیتما هم از توی فارما میتونید شما بگیرید، اضافه شده توی 2 تا 2. شما باید مثلا اینو به قول گفتنی استفاده کنید ازش، بلا استفاده نباید بمونید که بس باید یه دونه گزینه براش بذارید، یه هاتکی براش بذارید. مثلا من گذاشتم روی 2، بذار یه دونه آیتم بگیرم مثلا استفاده کنم. این من گذاشتم روی 2 رو که میزنم ببینید با موس که میزنم چیکار میکنه. خب اینو من با موس بیارم بزنم خیلی طول میکشه دیگه، درسته؟ اینو بزنم روی هاتی که مثلا اینجوری استفاده میکنم ازش. بعد بریم برای گزینه‌های بعدش. کامرا اینا زیاد یه دونه اسکور بورد هستش. خب شما وقتی که پایین یه دونه کلید هستش، من حتی اسمش هم نمیدونم، میبینید دیگه چیه، پایین اسک میشه سمت چپ. اونو که شما نگه میدارید یه اسکوربورد میاره از اونایی که توی بازی ان، کلا لولشون چنده، تالنت چی گرفتن، کیلشون، مرگشون. همون اگه 2 تا یکم یادتون باشه این گوشه بودش میزدید میومد به اینجا، باید اینو نگه بدید. مثلا میتونید تغییرش هم بدید. F9 پاز. بعد اینا چیز زیاد مهمی نیست، این فقط مهمه، این یه دونه فقط مهمه، نکست یونیت. مثلا شما به قول گفتنی منتا دارید، یه راست اجازه بدید، منتا دارید. شما وقتی منتا رو استفاده میکنید خب
با همون گزینه که گفتم همه رو با هم جمع می‌کنیم. مثلا من با یک الان همه رو جمع کردم. خب شما می‌خواید مثلا برید رو این کلیپه، با دیگه مثلا نیاز نیست شما بزنید رو این، با تپ می‌بینید، با تپی که الان گذاشتم میتونم برم روش. حالا یونیت مرد از شانس میتونم برم رو کپی، میتونم برم رو حالا اون فارمی که گرفتم، یا نمیدونم زت باشید مثلا جیومنسر مخصوصا باشید، میپو باشید، خیلی راحت این تپ خیلی به کارتون میاد. بعد یه سری تنظیمات هم اینجا فکر کنم تموم شد دیگه، درسته؟ با این سری خرید میکنه، این آیتماتونو براتون میاره، اینم که کوریرتونه، اینم که وقتی همه رو با هم جمع میکنید با تپ بینشون میرید بعدی، یعنی میرید گزینه بعدی نکست یونیت. بعد میاد تو ادوانسا دوستان، کامرا اکشن بیشتر اونایی که مثلا میرن ریپلی میبینن به کارشون میاد، زیاد مهم نیستش به نظر من. این همون میگه چپ راست رفتن تصویر با این کلیدایی که گوشه هستش، خب این گوشه پایین هستش که فکر نکنم کسی استفاده کنه، هیچ بازیکن حرفه‌ای اصلا از اون استفاده نمیکنه، کلا با موس این کارا رو انجام میدم. بعد کامرا زوم هم که همون غلطه که موس شما بکشید پایین میره زوم میکنه، بکشید بالا از زوم در میاد. بعد این یه دونه هم شاوکست ویو هستش که شما وقتی میزنید هیروتون اینجوری از نزدیک نشون میده. برای اونایی که مثلا میخواد ریپلی ببینن دیمو مثلا این به کار میاد. تو گیم شما این کارو کنید واقعا میزنن پارتون میکنن. دوستان بریم ادامهش. سیف کامرا پوزیشن، یه سری تنظیماتو از مثلا اونایی که میخوان هم ریپلی ببینن هم تو گیم بازی کنن اینجا میتونن سیو کنن دیگه، مثلا بگن این پوزیشن رو مثلا برای من بیار، اینا رو تغییر میدم میکنم پوزیشن 3، یه تغییراتی ایجاد میکنم پوزیشن 4، با هر کدوم پوزیشنی که بخوام بازی میکنم. دوستان تالنتاتون هم نمیتونید از توی همون وارکیت تنظیم کنید، تالنتاتون توی اینجا آپگرید تالنت، مثلا یورو نگهداری تالنتاتون رو میاره بالا، درسته؟ یورو نگهداری تالنت رو میاد بالا، مثلا یورو نگه میدارید با یک تالنت چپ رو میگیرید، با 2 تالنت راست رو میگیرید، خیلی ساده میتونید تالنتاتون رو بگیرید دیگه، نیاز نیستش که مثلا وسط فایت یک کلیک کنید بزنید ببین، مثلا یورو نگه میدارید، یک میزنید، دو میزنید، دو میزنید، حالا هرچی. بعد بریم برای گزینه بعدی، موو که همون موو توی دوتاییه که شما وقتی مثلا کلیک راست که میکنید موو میده، همون رو میتونید با ام بزنید که پیروتون بره اونجا، هیچ فرقی با کلیک راست نداره، اصلا گزینه کاربردی نیستش. ولی خب ما گفتیم این فکر کنم همونیه که میزنی دور خودشی رو میچرخه، این فکر کنم همونه، من اصلا چیزی نذاشتم براش. بعد چیزای مهم فقط الان میخوام بگم، این قبلا به کار می اومد، مثلا دو جاگرنات رو قبلا جمع نمیکرد همه رو، خب همه رو جمع نمیکرد، مثلا دو جاگرنات رو وقتی مثلا یک میزدم جمع نمیکرد، اینو گذاشته بودم برای اون، زیاد دیگه به کار نمیاد. این سوپر تاور خودمونه، خب اکتیو گیلد سوپر تاور خودمونه، مثلا با جی من میتونم سوپر تاور بزنم، درسته؟ نمیاد ریدینت. Radiant structures are fortified. بعد دیگه بریم گزینه بعدی، البته کار کرده اینجا. Radiant structures are fortified. Radiant structures are fortified. بود دیگه. اس هم که همون کنسل میکنه دیگه، اس خودمون میگن بهش میگن اس میده، کنسل میکنه در واقع دیگه. شما اس اتک میدید، اس لول میزنید، کنسل میکنه. اکتیو اسکن، شما اسکنرتون هستش اینجا، اسکنر دیگه، مثلا وقتی شما اونجا نباشید، اونجا نبینید، از توی مپ وقتی اسکنرتون قرمز میشه میفهمید اینجا یه نفر هستش. اینو مثلا گذاشتن روی پی، میبینید با پی میزنن تو مپ، اگه دقت کنید اینجا کسی نیست، مثلا سبز شده، اینجا کسی نیست، قرمز میشه. خب اینم از این که بچه‌ها مثلا توی کوریرتون دیدی یه سری گزینه هستش، کوریرتون سریعتر میره، کوریرتون سپر میفته روش، خونش بی‌نهایت میشه، نمیتونه کسی بهش آسیب برسونه. اینجا این سری گزینه براشون گذاشته، مثلا کوریر روز این سرعت میده به کوریرتون، میتونید یه گزینه براش بذارید، میتونید برای اینکه شیلد کوریرتون فعال شه، کوریر منظورم چیکنا، یه دونه مثلا گزینه بذارید، اون F چرا زدم رفت، یه دونه گزینه داره اینجا F8. خب شما میتونید توی شاپتون، خب اینجا که با F4 میاد بالا، یه دونه آیتم رو بندازید اینجا، خب این آیتم کلا اینجا میمونه، بعد با F8 اینو
ببخشید اینو خریداری کنید. مثلا من همین الانش هم میتونم کلیک راست کنم روش بخرم، چون این اومد تو استاشم. ولی میتونید مثلا شما با F8 این آیتمی که اینجا گذاشتید رو خریداری کنید. اکثرا تیپی میذارن، بوتل میذارن، یه همچین چیزایی میذارن اونجا. حالا به کارشون میاد، من که استفاده خاصی ازش ندارم، همون فقط تیپی میگیرم باش دیگه. اوپن شاپ همون گزینه‌ایه که شما میزنید شاپتون باز میشه. مثلا تو F4 این شاپ رو شما باز میکنید، راحت اسم آیتمو مینویسید، آیتمو براتون میده. خب اینم خیلی ساده، میتونید تغییرش بدید، ولی همون F4 بهتره. خب اینجا دیگه چیز خاصی نداره برای بازی جز اینجا. اینو که بهتون گفتم چیکار میکنه، این وارکیتون رو میکنه مثل وارکی 2-1. میبینید نوشته یوز هاتکی فرام 2-1. این اونه، این کویک استارت که تو برس تو دیفالت. اینو نمیدونم چیه حقیقتا، اینو واقعا نمیدونم چیه، ولی چرا فعاله. خب بلش کن. این دابل تپه که مثلا شما یه مونگو رو دارید، خب دوبار که مثلا میزنید روش میزنه رو خودتون، دوبار مثلا اسپیس هم میزنه رو خودمون. یه اسمارت دابل تپ هم داره که مثلا یه سری چیزا رو به قول گفتنی مثلا یک مگنوس رو اسمارت باشه، دیدیم مثلا یک مگنوس رو دوبار بزنی روش میزنه زمین. خب مثلا اسمارت باشه میزنه رو اون هیروه. خب این از این که اینم که گفتم. حالا خب اینم واقعا لازم نیست اصلا استفاده کنید ازشون، هیچ به کار نمیاد. بازم اون بازیکن‌های حرفه‌ای شاید از این استفاده کنن. من واقعا خودم چون به کارم نمیاد اصلا دنبالش هم نبودم، این فقط گذاشته بودم یه چیزی دست شما بیاد، اونایی که از 2-1 میان 2-2 خودشونو گم نکنن که راحت بتونن با F4 خریداشون انجام بده، آیتما رو انجام بدن. و تو آیتم خریدن هم فقط کافی شما اسم آیتمو بلد باشید. خب مثلا منتا خیلی ساده مینویسید، منتا میاره براتون، منتا رو اینجا شیفت می‌کنید میاد این پایین، حالا دونه دونه پولتون جمع می‌کنید دونه دونه. الان دیگه جا ندارم اینجوری بشه. این میگم فقط جهت آگاهی یه سری اونایی بود که چون من خودم اومدم وارد این از 2-1 آتیناد اومدم وارد 2-2 واقعا یه چیز گنگی بود برام، یه چیزی رو نمیفهمیدم. اینو گذاشتم برای اونایی که نیاز دارن. حالا میدونم شما همتون اینا رو بلدید، ولی خب باز من گفتم که یه آموزش کوتاه براتون بذارم. از این آموزش قراره بیشتر بذارم تو قسمت آپشن سوشال ویدیو. یه ویدیوی دیگه هم برای آپشن درست میکنم، یه ویدیوی دیگه برای سوشال ویدیو. اینا زیاد کار خاصی نداره، برای اینا درست میکنم براتون. بچه‌ها اگه ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. من معذرت میخوام یه مقدار هول شده بودم برای آموزشون، اولین آموزشی بود که میخواستم تو چنل بذارم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. اگر ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید در مورد حالا اون چیزهایی که من گفتم نمیدونم، به بچه‌ها بگید که چیکار میکنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. همین دیگه. خدا نگهدارتون.